سلام، خیلی خوش اومدیم به ویدیو دیگه. من شایان هستم. تو این ویدیو میخوام که در مورد چالش‌های مهاجرتی به استرالیا صحبت بکنم از طرف خودم. بیشتر در مورد این که حالا چه چالش‌هایی من خودم شخصا باشون روبرو شدم موقعی که اومدم استرالیا صحبت بکنم. خیلیش ممکنه مثلا یکسان باشه به کشورهای دیگه، ولی من بیشتر میخوام مختص استرالیا باشه این موضوع و دیده حالا یه نوجوان 16 ساله که اصلا تازه به استرالیا اومده من اینو دارم میگم بیشتر. خب من با خانواده اومدم استرالیا آخرای سال 2016 و خب حالا ممکنه شرایط برای من ممکنه فرق کنه برای کسی که میخواد مثلا تنهایی مهاجرت بکنه، اما مطمئنم چیزایی که میگم صدق میکنه برای خیلی از آدمایی که مثلا حالا به کشور دیگه میرن. خب مورد اولی که خیلی به نظر همه باشون احتمالاً قراره که دست پنجه نرم کنن موقعی که به کشور دیگه میرن، قضیه جا و مکانه. خب برای ما اینطوری بود که ما یه سری دوست داشتیم از قبل داخل استرالیا و موقعی که ما اومدیم اینجا خب به مدت تقریبا 2 تا 3 هفته خونه اونا بودیم و این خب خیلی کمک کردش که تا مثلا ما بخوایم جلوگیری بکنیم خیلی از هزینه‌هایی که ممکنه ما اول برای پیدا کردن جا آدم مثلا متحمل بشه. خیلی ممکنه برن هتل بگیرن، خیلی ممکنه برن یه جایی رو برای 2-3 هفته فقط اجاره بکنن. اینجا این کارو میتونید بکنید که مثلا 2-3 هفته یا واسه یه مدت خیلی مشخص و کوتاهی یه خونه رو مثلا بگیرید واسه خودتون. ولی خب حالا فکر کن یه خانواده که اصلا هیچ اطلاعی از قبل نداره و همه اینا، حالا فکر کن یهو میاد به کشور دیگه و حالا میخواد جا پیدا بکنه. دقیقاً خیلی سخت‌تر از اون چیزی که آدم خود فکرشو بکنه. برای همین به نظر ما توی این قضیه ما خیلی مثلا جلوتر بودیم، به خاطر اینکه حالا ما یه کسی رو داشتیم اینجا و تونستیم یه مدتی پیش اونا بمونیم تا بتونیم مثلا یه خونه رو پیدا بکنیم. وضعیت خونه اینجا خب خیلی مثل خیلی کشورهای دیگه بر اساس کردیتی که شما مثلا از قبل تو هیستوریتون یا اون تاریخچتون دارید، به این شکل که مثلا هر جا که میخواید به اجاره بکنید حتی خونه بخرید حتما چک میکنن با 10 ارگان اداری و غیر اداری که مثلا ببینه شما پیشینه‌تون درست هست، آدم درستی هستین، به موقع مثلا خیلی چیزا رو پرداخت کردین یا نه. همه اینا رو مد نظر میگیرن. حالا فکر کنید برای کسی که تازه مهاجره این قضیه چقدر میتونه سخت باشه چون مثلا هیچ پیشینه‌ای تو این کشور نداره. شرایط واقعیت شما که ما اومدیم به نظر من تا به الان مقدار سخت‌تر بود چون مهاجرها کمتر بودن، مخصوصا از ایران. اون دوستی که ما اینجا داشتیم خیلی کمکمون کرد که حداقل به عنوان یه رفرال ازش بتونیم استفاده بکنیم تو این قضیه که مثلا چه می‌دونم حالت ضامن یه همچین حالتی که ما کمک بکنیم و ما بتونیم مثلا یه جایی اجاره بکنیم همون اولی که اومدیم استرالیا. و اینطوری بودش که خیلی جاها برای بار اول مخصوصا وقتی میخواین یه جایی اجاره بکنید و همونطوری گفتم تاریخچه‌ای هم ندارید، از شما یه اجاره خیلی جلویی میگیرن. مثلا ممکن از شما بخواین 3-4 ماه جلوتر پول اجاره اون خونه رو مثلا بدین یا یه دیپوزیتی ازتون میگیرن و خیلی چیزای اضافه دیگه که برای اولین بار ممکن فقط اتفاق بیفته. واقعیتش خیلی سخته برای اولین بار اگه میخواید خونه مثلا اینجا اجاره بکنید بدون هیچ پیشینه‌ای، ولی غیر ممکن نیست. خیلی همین کارو کردن، ولی خب با توجه به منطقه‌ای که میرید، با توجه به شرایطی که دارید، اون صاحب خونه باید شما رو حتما بپذیره. واسه خونه ها یا نکته هم بگم اینجا خیلی متفاوت. حالا ما تو ملبورن هستیم ولی مطمئنم خیلی شهرها همینطوریه. منطقه به منطقه متفاوته، قیمت‌ها متفاوته و همینطور شرایط قبول کردن افراد تو مناطق ممکنه متفاوت باشه. اینم خیلی مهمه که در نظر بگیرید. حالا من میگم ممکنه در آینده یه ویدیویی من بسازم که مثلا بگم در چه مناطقی دقیقاً خونه گرفتن میتونه مثلا به نفعتون باشه لحاظ دسترسی یا به شهر یا جاهای دیگه، چون کلا استرالیا شهر و استرالیا مرکز شهر دارن همشون که بیشتر کارها معمولا اونجا اتفاق میفته. حالا بستگی به کارتون، حالا اون هدفی که شما دارید ممکنه بخواید نزدیک اونجا حتما باشید یا نباشید که قیمت‌ها هم با توجه به اون متفاوت خواهد. خب مورد بعدی که به نظرم تقریبا همه ایرانی‌ها دیگه باهاشون مطمئنم مواجه میشن قضیه اقتصاده. به خاطر حالا شرایط اقتصادی که وجود داره داخل ایران، خب تفاوت ارزش پولا خیلی زیاده و این موضوع خب باعث میشه ممکنه خیلی چالش برای آدم بخواد به وجود بیاد حتی برای همون اجاره کردن. اما که ما اومدیم شرایط خیلی مثلا الان بازم با اینکه خیلی بالا بود اون موقع بازم خیلی با الان متفاوت بود و خب حالا با درآمدی مثلا ممکن ما موقع با خودمون آورده باشیم اینجا خیلی کار بیشتری میشد کرد تا الان. نباید در نظر بگیرید حتما اجاره خونه ها هم اینجا سالانه میره بالا یا به درصد نسبتاً مشخص تری، اما این اتفاق میافته. اینجا هم تورم هست و چیزی که خیلی ممکنه همون اول بخوان باش مواجه بشن اینه که مثلا همین میان پولا رو تبدیل میکنن، مثلا هر چی میخوان بخرن با هم میخوان که با مثلا ارزش ریالی اون مقایسه بکنن ببینن دقیقاً چقدر میشه این جنس تو ایران. خب البته کار بدی نیست، ولی به نظر من اگه واقعا میخواید یه جایی برید تقریبا اینو باید
خودتون تقریبا بکنید بذارید بیرون، چون تا زمانی که شما دارید مقایسه انجام میدید همیشه اون فکرتون اونجاست که خب من الان دارم اینقدر خرج میکنم، اینقدر دارم بیشتر میدم، در حالی که واقعا اینطوری نیست. باید یه جوری باشه که تقریبا بتونید بدونید که فکر کنید مثلا ارزش این تو ایران چقدره دیگه اون پولو بدین، چون کاری که نمیتونید بکنید. در نهایت یه چیزی که شما مجبورید بخرید و باید بخرید و بیشتر خودتون رو اذیت میکنید. به نظر من اگه بیشتر میخواید به اون بعد اقتصادی مقایسهش فکر بکنید بین ایران و حالا کشوری که هستین. یه نکته دیگه تو این قضیه من بخوام بگم اونم بحث انتقال پوله. خب به خاطر تحریمایی که ایران هست خیلی سخت میشه اتفاق بیفته و حالا موقع ما اومده بودیم یه مقدار شرایط آسان‌تر بود و ما میتونیم مستقیم حتی پول رو منتقل بکنیم، اما الان واقعا شرایط خیلی سخته و با صرافی و با هزار جور دنگ و فنگ میشه این اتفاق بیفته و خیلی همینجا کنترل میشه رو پولی که شما وارد حسابتون میشه و به این راحتی هم نیست واقعا شما اگه پولی از خارج بخواید وارد بکنید و مثلا کسی هم نگه حالا از کجا اومده. ما خودمون خیلی وقتا شده که مثلا چندین بار از بانک ما رو خواستن گفتن این پول دقیقاً کجا اومده، مجبور شدیم بریم جوابشون رو بدیم. حالا میگم این شرایط ممکنه با توجه به مدلی که شما مهاجرت میکنید خیلی متفاوت باشه. مثلا ممکنه شما از همون اول وارد مثلا استرالیا که میشید کارتون مشخص باشه، خب این خیلی خوبه، خیلی به نفعتونه. طبیعتا اگه شما ماهانه حقوق مشخصی بهتون وارد بشه خیلی خیلی کارتون جلو میفته و شاید خیلی از مشکلاتی که مثلا ما موقع داشتیم و شما نداشته باشید. یه مورد بعدی که شاید خوب باشه بخوام اشاره بکنم بهش اتفاق شوک‌های فرهنگی که ممکن اتفاق بیفته و حالا با توجه به سنی که شما مهاجرت میکنید این قضیه خیلی میتونه متفاوت باشه واسهتون و تجربهش ممکنه یکسان نباشه. مثلا با منی که 16 سالم بود تازه اومدم اینجا یه ویدیو خیلی مفصل راجع به این موضوع من ساختم، اینا لینکش رو میذارم دیسکریپشن یا همین بالا میتونید ببینید. فقط در مورد شوک‌های فرهنگی که من خودم به شخصه باشون مواجه شدم موقعی که اومدم استرالیا ممکنه بتونه خیلی کمکتون بکنه. اینجا زیاد توضیح نمیدم چون مواردش زیاد و به نظر همون ویدیوشون ببینید خیلی بیشتر میتونه کمکتون بکنه تو این قضیه. و همین دیگه. به طور کلی بخوام یه چیز خیلی کلی در مورد این موضوع فقط بگم اینه که به نظرم تو کشوری که میخواید برید قبلش تحقیق خیلی زیادی بکنید از مدل برخوردشون با آدما، اینکه مثلا چقدر با خارجی‌ها میتونن اوکی باشن اوکی نباشن، همه اینا رو قبلش تحقیق بکنید و بدونید دقیقاً بعد انتظار چه چیزی رو داشته باشید. یه مثال خیلی آسون شاید بخوام بگم، خیلی از ایرانی‌ها شاید الان فکر کنم مثلا با شرایط آمریکا خیلی اوکی، چون انقدر فیلماشون رو دیدن از قبل کلا ذهنیتشون اینطوریه که خب من الان برم آمریکا از فردا میتونم خیلی راحت زندگی بکنم. درست که فیلمه ولی خب اینم خیلی چیز مهمیه که مثلا شما در نظر بگیری. هر جوری که هست به نظرم باید شرایط زندگی رو تو اون جایی که میخواید برید قبلش بدونید. حالا یه بخش تکنیکی که حالا مثلا شما دنبال خونه باید بگردید، اینجور چیزا چجوری باید پیدا بکنید، سایت هایی که این کارو براتون میکنن چجوری باید پیدا بکنید، همه اینا خیلی مهمه. و حالا یه بخشی هم خود مردمن که دقیقاً اون شهری که میخواید برید یا اون جایی که داخلش میخواید بشید دقیقاً چه شکلیه، برخوردشون با شما چجوریه، یه سری اخلاق خاص وجود داره تو اون کشور یا نه. اینا خیلی مهمه که قبلش به نظرم حتما دربارش تحقیق بکنید و بعدش تصمیم حالا به مهاجرت بگیرید 100% به اون جایی که میخواید برید. در مورد خونه من اینو بگم، حالا استرالیا و مطمئنم خیلی از کشورهای دیگه اینطوریه که اینجا مثلا بنگاه ما نداریم که بتونید به طور حضوری برید. البته هستن ولی واقعا درصد آدمایی که میرن خیلی 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 کمه. همه اتفاقات داخل سایت و اپ اتفاق میفته. حالا داخل استرالیا چند تا اپ هست مثلا ریل استیت که مثلا میتونن برن خونه ها رو ببینن و حالا با توجه به اون میرن خونه ها رو بازدید میکنن و اگه خوششون مثلا اجاره میکنن یا میخرن. یه چیزی که هست اینه که بیشتر خونه ها اینجا بازدیداشون آخر هفته است، یعنی شنبه ها تقریبا اتفاق میفته، مخصوصا اگه برای خرید میخواد این اتفاق بیفته و مخصوصا اگه این فروش خصوصی نیست و طریق املاک داره اتفاق میفته. فروش خصوصی یعنی که از طرف خود شخص و اون صاحب خونه بخواد خونه به فروش یا حالا اجاره بره، ولی اینجا همیشه یه نفر مثلا این دلال عمل میکنه، اینجا بهش میگن بروکر، که بین مشتری و حالا صاحب خونه قرار میگیره و باعث میشه که مثلا معامله اتفاق بیفته. تو خیلی از چیزا این قضیه وجود داره، حالا خونه یکی از اوناست و بیشتر شما با همون طرف سر و کار دارید تا مثلا کسای دیگه، تا خود مثلا صاحب خونه. و بعضی موقع ممکن شما صاحب خونه مثلا نبینید با که خونه رو میگیرید، یعنی در این حد اینجا این قضیهش جدیه. آره خلاصه واقعا می‌خواستم بگم که
یکی از مثالا بود برای اینکه مثلا بدونید قبل اینکه میخواید برید دقیقاً کجا باید جا رو پیدا بکنید. یه نکته دیگه که من بگم و به نظرم خیلی مهمه، خیلی میتونه کمک بکنه، اینه که حتما قبلش جاهای ارزون اون شهر رو پیدا بکنید، نه فقط لحاظ مثلا سکونت یا خونه ها. مثلا خیلی جنسا ممکنه یه جا با یه قیمت فروخته بشه، یه جای دیگه همون با نصف همون قیمت فروخته میشه. این خیلی مهمه که قبل اینکه به نظرم بخواد جدی یه جا برید زندگی بکنید دقیقاً بدونید کجاها و دقیقاً چه زمانهایی مثلا این اتفاق میفته، چون خیلی توی ملبورن مخصوصا با استرالیا اتفاق خیلی زیاد میفته و ممکنه مثلا به طور مثال میگم یه جا ممکنه تو جمعه بازار یه چیزی خیلی ارزون فروخته بشه، همون تو حالت عادی خیلی گرون میتونید اونو بخرید. و آره و مطمئنا ما خیلی تو این قضیه خودمون ضرر کردیم، مخصوصا تو چیزای ارتباطی مثلا سیم کارت و چیزای دیگه که معمولا همون اول آدمو نیازن و مجبورن بخرن. به نظرم خیلی تو این قضیه تحقیق بکنید، چون به طور مثال من میگم ما اون اول که اومدیم سیم کارت که مثلا ما گرفتیم هزینه‌اش به نسبت اون چیزی که الان داریم 10 برابر بود در سال. فکر کنید حالا مثلا چقدر میتونه ارزون تر بشه هزینه ها براتون، مخصوصا یه جایی میاد که تورم هم وجود داره، اختلاف ارزها هم توش هست و اینا هم خیلی کمک میکنه که بهتون خیلی راحت تر بتونید وارد اون اجتماع بشید. و همین دیگه، خیلی ممنون که تا این لحظه این ویدیو رو دیدید. بیشتر می‌خواستم در مورد این موضوعات باهاتون صحبت کنم تو این ویدیو. اگه سوال چیزی بود در مورد هر کدوم از این موضوع حتما بپرسید داخل کامنت ها، و اگه فکر می‌کنید در مورد یه موضوع خیلی خاصی من ویدیو بسازم و میتونه کمکتون بکنه، اونم باز بهم بگید. و تا ویدیو بعدی، خداحافظ.